همه خانوما باید یه دونه از این پیراهن خوشگل و راحت رو توی کمدشون داشته باشن. همراه من باش تا رایگان این مدل رو بهت آموزش بدم. مقدار پارچه‌ای که لازم داریم ما توی کپشن نوشتم. پارچمون رو از عرض 2 بار تا میکنیم. از طرف چارلای باز پارچمون به اندازه 5 سانت میریم داخل، یک علامت میزنیم و به اندازه 15 سانت میایم پایین و یک علامت میزنیم. این علامت ها رو با یک هلال ملایم به هم وصل میکنیم تا حلقه آستینمون تشکیل بشه. حلقه آستینمون رو برش میدیم، پارچمون رو باز میکنیم و به صورت یک لایه پهن میکنیم. حلقه، یقه و حلقه جلوی لباس، خط پهلو، حلقه، یقه و حلقه پشت لباس. از همه حلقه آستینا 15 سانت میایم پایین، علامت میزنیم و این علامت ها رو با یه خط صاف به هم وصل میکنیم. قرار روی این کش دوخته بشه. کش رو میذاریم لبه پارچه، چند بار رفت و برگشته میریم تا فیکس بشه. بعد کش رو میکشیم و به پارچمون میدوزیم. برای تمیز دوزی حلقه آستینا من از نوار اوریب استفاده کردم. نوار اوریب رو به این صورت به پارچه با سوزن فیکس میکنیم و روی این خط رو یه دوخت میریم. وقتی که دوختیم سوزن ها رو در میاریم، به این صورت برمیگردونیم نوار اوریبمون رو و از این قسمت یک دوخت میریم. کش به کمری لباسمون دوخته شد و حلقه آستین تمیز دوزی شد. حالا لباسمون رو تا میکنیم. این پهلو که بسته است، طرف مقابلش که باز هست و به هم میدوزیم. پهلوی لباس که دوخته شد نوبت به تمیز دوزی یقه میرسه. یقمون رو 2 بار تا میزنیم و یک دوخت از روش میریم. مقدار پارچه‌ای که برای والانش میخوایم و تو کپشن نوشتم. از این طرف 1 بار تا میزنیم و میدوزیم. کشمون رو ابتدا به اول و آخر جایی که میخوایم وصل بشه فیکس میکنیم با چند بار حرکت رفت و برگشتی چرخ خیاطیمون. بعد پارچمون رو به این صورت تا میزنیم و حواسمون باشه که از روی کش ندوزیم و از کنار کش رو میکشیم و پارچمون رو میدوزیم تا انتها. اگه این آموزش رو دوست داشتی لایکش کن، سیوش کن تا گمش نکنی و برای دیدن آموزش های بیشتر پیج من رو دنبال کن. وسط بالانمون و وسط یقمون رو پیدا میکنیم، با سوزن به هم دیگه وصلش میکنیم. قسمت یقه و والان باید بدون هیچ چینی به هم دوخته بشه. به این صورت والانمون رو میکشیم و به یقه بدون اینکه هیچ چینی بخوره وصلش میکنیم، هم برای یقه جلو و هم برای یقه پشت. اگه میخواین یقتون بسته تر باشه کشتون رو کوچیک‌تر بگیرین، اگه میخواین یقتون بازتر باشه کشتون رو بیشتر بگیرید. حالا میخوایم 2 طرف والانمون رو به هم بدوزیم، یعنی قسمتی که آستین لباسمون قرار میگیره. والانمون رو باز میکنیم به این صورت و روبروی هم قرارشون میدیم. این قسمت هایی که با دستم نشون میدم باید دوخته بشه. ساحلی والاندار ما تقریبا آماده است، فقط باید والانش رو 2 بار تا بدیم بدوزیم و لبه لباسمون هم 2 بار تا بدیم بدوزیم و تمام. باورم نمیشه 700-800 تومن میدین این لباس رو آماده بخرین با 2 متر و نیم پارچه. خودم بهت یاد میدم توی 5 دقیقه این ساحلی خوشگل رو برای خودت بدوزی. مرسی که با لایک و کامنتاتون از این آموزش حمایت میکنید. پارچمون رو از عرض تا میکنیم به اندازه قد لباسمون منهای 30 سانت میایم پایین و برش میدیم. این طرف دلوی باز پارچه است، طرف مقابلش رو هم با قیچی برش میدیم، بازش میکنیم. پارچمون رو دوباره تا میکنیم و از طرف چارلای باز پارچمون به اندازه 15 سانت میریم جلو، یه علامت میزنیم. به اندازه 25 سانت میایم پایین، علامت میزنیم و علامتامون رو با یک خط صاف به هم وصلش میکنیم. برش میدیم و این قسمت مثلثی دور ریز میشه. برای آستینمون 2 تا مستطیل به عرض دور بازومون به اضافه 5 سانت و طول از گوشه گردن تا جایی که میخوایم بلندی آستینمون باشه لازم داریم. حالا این 2 تا مستطیل رو تا میکنیم و کنار تنه اصلیمون جوری قرار میدیم که بالای آستین و بالای تنمون در یک راستا بشن. از طرف چارلای باز آستینمون 5 سانت میایم داخل و همون قدر که برای تنه اومدیم پایین، یعنی 25 سانت رو میایم پایین و این 2 تا رو با یک خط صاف به هم وصل میکنیم و این مثلث هم دورریز میشه. تکه آستینمون رو به این شکل کنار تنه قرار میدیم و یقمون رو صاف ادامه میدیم و این تکه آستین هم دور ریز میشه. برای قسمت چیندار پایین لباسمون 2 تا مستطیل به ارتفاع 30 سانت و عرض 150 سانت احتیاج داریم.
برشمون تموم شد. میریم برای دوخت. لبه آستین رو دوبار تا میزنیم و یه دوخت از روش میریم. خط کشمون رو میذاریم لبه آستینمون و عدد 5 و 6 و 7 و چند بار علامت میزنیم و این علامت ها رو با این خط صاف به هم وصلش میکنیم. روی این خط ها رو قراره با این کشای ماسوره کش دوزی کنیم. ماسوره رو با کش ماسوره پر میکنیم و با درشت ترین درجه چرخمون روی اون خط ها رو دوخت میزنیم. برای تنه لباسمون هم همین کار تکرار میکنیم. از یقه لباسمون 30 سانت میایم پایین و به فاصله 1 سانت 1 سانت 5 تا علامت میزنیم. این علامت ها رو هم با یک خط صاف به هم وصلش میکنیم و روی این خطایی که علامت میزنیم و با کش ماسوره دوخت میزنیم و در نهایت ما لباسمون به این شکل در میاد که کمرش 5 ردیف کش دوخته شده. حالا 2 تا آستینمون رو میاریم به یکی از تنه ها وصلش میکنیم. فقط حواسمون باشه که آستین و تنه رو چپ راسته به هم وصل نکنیم و هر دوتا توی یه جهت باشن. آستین رو که به یکی از تنه ها وصل کردیم 2 تا تنه هامون رو به روی هم قرار میدیم و آستین رو به تنه بعدی هم به این صورت که توی ویدیو میبینین وصلش میکنیم و برای تمیزدوزی این قسمت میتونین از زیگزاگ چرخ خونگی استفاده کنید و اگه چرخ خونگی ندارین میتونین با نوار اوریب این قسمتتون رو تمیزدوزی کنید. آستین رو که وصل کردیم یقه لباسمون رو دوبار تا میزنیم و یک دوخت از روش میریم و در نهایت لباسمون به این شکل در میاد. مستطیلی که برای پایین لباسمون در نظر گرفته بودیم رو چین میدیم، به لباسمون وصلش میکنیم، از یقمون 2 سانت فاصله میدیم و 3 ردیف کش ماسوره میدوزیم. فاصله این کشا هم که باید 1 سانتی متر باشه. از لبه آستین شروع میکنیم تا زیر بغل، پهلو تا پایین لباس رو میدوزیم و برای طرف مقابلش هم همینطور و 2 طرف لباسمون دوخته میشه. لباسمون به این شکل در میاد. حالا نوبت اینه که 2 تا بند برای سرشونش بدوزیم. 2 تا مستطیل به عرض 7 سانت و طول 20 سانت احتیاج داریم. مستطیلمون رو تا میکنیم، دوخت میریم، برمیگردونیم، اتو میزنیم و به سرشونمون وصلش میکنیم و در نهایت لباسمون به این شکل در میاد. امیدوارم بدوزید، بپوشید و لذتش رو ببرید. امروز میخوام برش این مخبر رو بهتون آموزش بدم. آموزش دوختش رو توی پست بعدی براتون میذارم. پارچمون رو پهن میکنیم، دلا میکنیم، بلندی قد لباس به اضافه 5 سانت برش میدیم. قسمت آستین لباس قد آستین به علاوه 2 سانت برش میدیم و از پارچه اصلی جدا میکنیم. قسمت جلوی لباس، آستین لباس و قسمت پشت لباس. برای رسم الگو مترمون رو میذاریم قسمتی که گلدوزیمون شروع شده. خط شماره 1 سرشانه، قد کارور، قد سینه، قد کمر و قد باز. طبق ویدیو رسم میکنیم. سرشانه به اندازه 20 سانت، کارور 18 سانت، سینه 28 سانت، کمر 25 سانت و باسن 32 سانت به طرف جلو میایم و علامت میزنیم. از خط باسن تا 2 سانت بالاتر از خط سینه به صورت منحنی علامت هایی که زدیم رو به هم وصل میکنیم. حالا میریم روی خط شماره 1 یعنی خط سرشانه 3 سانت میایم پایین تر علامت میزنیم و این علامتمون رو به گوشه گردن به صورت یک خط کج رسم میکنیم و سرشانه‌مون رسم میشه. از سرشانه تا کارور به صورت یک خط صاف و از کارور تا سینه به صورت یک منحنی رسم میکنیم و حلقه آستینمون رسم میشه. برای قسمت پایین لباس از دولای بسته 38 سانت میایم جلو و به منحنی قبلی وصل میکنیم. قسمت سرشانه با 2 سانت جای دوخت، حلقه آستین با 1.5 سانت و پهلوها با 2 سانت جای دوخت لباسمون رو برش میدیم و قسمت یقه لباس رو موقع دوخت برش میدیم. تنه جلوی لباس رو برای قسمتی که برای پشت در نظر گرفتیم قرار میدیم و همونطور که میبینید یک تکه کم داره. میایم رو اضافه قسمت جلو مقداری که کم داریم و برش میدیم. دولای باز رو به هم میدوزیم و به تنه پشت وصل میکنیم. دوباره الگوی جلو رو روش قرار میدیم و دقیقا مثل الگوی جلو برای پشت هم برش میزنیم. برای یقه از قسمتی که گلدوزی شروع شده و قرار دوخت بخوره یک چرت روی الگوی جلو و پشتمون میزنیم تا یقه ها دقیقا اندازه هم در بیان. حالا روی تنه پشت لباس خط شماره 1 خط سرشانه بود دوباره رسم میکنیم. از طرف دولای بسته به اندازه 8 سانت میایم پایین و به اون چرتی که زدیم به صورت یک هلال برای یقه پشت رسم میکنیم و به اندازه 1 سانت جای دوخت برش میدیم. برای تمیزدوزی یقه پشت از یک تکه نوار اوریب و برای
جلو از سجاف استفاده میکنیم. گلدوزی 2 آستین لباس رو روی هم قرار میدیم و از وسط تا میکنیم. روی چارلای بسته به اندازه قد لباس میایم بالا، اندازه 10 سانتی میایم پایین و به اندازه طول حلقه آستین جلو و علامت میزنیم. طول حلقه آستین رو با این خط قرمز روی تنه جلو بهتون نشون دادم. علامتی که زدیم رو به صورت خط مورب به چارلای بسته وصل میکنیم و این خط مورب رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. از علامتی که نزدیکتر به چارلای بسته است 1.5 سانتی میایم بالا و علامت میزنیم. این قسمت رو نصف میکنیم و از این نصف 1 سانتی میایم پایین و علامت میزنیم. و قسمت تاج آستین رو طبق علامت هایی که زدیم و ویدیو رسم میکنیم. از قسمت زیر بغل تا مچ رو به صورت یک خط صاف وصل میکنیم. بر مخورمون تموم شد. آموزش دوختش رو توی پست بعدی براتون میذارم. آموزش برش این لباس مخور توی پست قبلی هست. اینجا میخوام دوختش رو بهتون آموزش بدم. نوار اوریب و طبق ویدیو روی راستی یقه پشت قرار میدیم، سوزن میزنیم و میدوزیم، چرت میزنیم، برمیگردونیم و دوباره یه دوخت از روش میریم. حالا تکه‌ای که برای استجاف جلو در نظر گرفتیم زیرش رو تمیزدوزی میکنیم با سردوز یا زیگزاگ چرخ خونگی. روی استجاف رو به روی تنه اصلیمون وصل میکنیم، با سوزن فیکس میکنیم، پارچمون رو برمیگردونیم و از چپی کار از کنار گلدوزی ها میدوزیم. 1 سانت از دوختی که زدیم فاصله میگیریم و یک هلال برش میدیم، مثل ویدیو چرت میزنیم، استجافمون رو برمیگردونیم، اتو میزنیم و یقه جلومون تمیزدوزیش تموم شد. روی تنه پشت و روی تنه جلو رو روبروی هم قرار میدیم و سرشونه هاشو به هم میدوزیم. اگه این آموزش رو دوست داشتین لایکش کنین و سیوش کنین تا گمش نکنین. سرشونه هامون که به هم دوخته شده قسمت وسط آستین رو پیدا میکنیم و روی همون قسمت سرشونه قرار میدیم. طبق ویدیو آستین رو به تنه لباسمون وصل میکنیم و میدوزیم. آستین که وصل شد لباسمون به این شکل در میاد. حالا باید قسمت پشت لباس و قسمت جلوی لباس رو روی هم قرار بدیم. این آستینه، این پشت لباسه که روی جلوی لباس قرار میگیره. به این صورت در میاد و ما از لبه آستین تا زیر بغل و پهلوی لباسمون رو تا پایین میدوزیم و همینطور برای قسمت مقابلش هم همین کار رو تکرار میکنیم. درز بغل لباس که دوخته شد آستینشو یه دور یه تا 1 سانتی میزنیم، اتو میکنیم، بعد دوباره یه تا میزنیم، لایزان فیکس میزنیم، اتو میکنیم و اگه بخواینم میتونیم یه دوخت لبه آستین بزنید. حالا برای پایین لباس یه تای 0.5 سانتی میزنیم، چرخ میکنیم و دوباره یه تا به اندازه زاپاسی که گذاشتیم میزنیم و پایین لباسمون رو تمیزدوزی میکنیم.